همچو مادر مهربانی هر یک انسان خواهر است، همدم و هم راز و هم سوزنده بر جان خواهر است. همچو مادر مهربانی هر یک انسان خواهر است، همدم و هم راز و هم سوزنده بر جان خواهر است. خواهرین در زندگانی گنجی نایاب است به ما، خواهرین در زندگانی گنجی نایاب است به ما. قیمت از این قیمت از آن قیمت از جان خواهر است. گرچه دارد خانه و کاشانه و فکری زیاد، لیک فکری دادری خیش دل پریشان خواهر است. گر خماری مادری گم کرده گیرد کس را، در دمی تنهایی بر دل همچو درمان خواهر است. گر خماری مادری گم کرده گیرد کس را، در دمی تنهایی بر دل همچو درمان خواهر است. السلام علیکم بیننده های عزیز، تماشابینان عزیزی ما. امروز جمعیت تبریکات شهنان در یکی از آن ساحه های طبیات که برای خلق و وطن نه فقط در دهه آهلیگ در شهر سمرقند هم در طبیات کار کرده. من طول چندین سالها در همین زدانه در همین کارخانه کار میکنند در وینیک. غفرا و لالا غفورانان را در جشن زادروزشان تبریک کنی آمدیم. از راهی دور از نام خواهرشان شایدایتی که در مسافرت هستند، از نام خواهران، از نام نرگیزایتی عنایتایتی و از نام دادرشان قهرمانکه، از نام فرزندان تبریک کرده لحظه های خرسندی رو هم راهی شما با هم میبینیم. با ما باشید، با شبکه شهنان رفتیم. هر یک انسان خواهر است، همدم و هم راز و هم سوزنده بر جان خواهر است. قیمت از این قیمت از آن قیمت از جان خواهر است. همشیره های شوقت، السلام علیکم دکتران نازنین و السلام علیکم سردکتر کارخانه. سفری که من چندین ساله عمر خود را، حیات خود را
برای همین کسب دوست داشته خود صرف کرده انسان. البته غفور آباد الله غفر آمدن امروز جشن زادروزتان مبارک. روز تولد را میلاد عمر را برایتان مبارکباد میگویم. برایتان سر را آشکار کردن یا نه؟ ادامه که آمده؟ البته یک تا قرصک میزنیم از نام خواهرشان که در مسافرت هستند، از نام شایده غفر آمده، از نام نرگس آیتی عنایت آیتی و البته از نام قهرمانکه شما را تبریک میگویم. مبارک باشد حاجی بابا، حاجی آنک. غفر آنها شما را در جشن زادروزتان البته از نام خواهر نازنینتان که در مسافرت هستند، از نام شایده صدیقان تبریک میگویم. از نام فرزندان عزیز و از نام باز خواهر و دادرتان نرگس آیتی عنایت آیتی قهرمانکه میخواستم برای خواهر ما، برای بجان و رابر ما رسانید که بودگیشان با شکر، هستیشان با شکرانه میگویم همیشه صحت سلامت باشند و در سر ما سایبان باشند. خدا رحمت کند پدرم را، مادرم را. بعد از درگذشتن آنها همین خواهر ما خودشان سخته باشند هم هیچ وقت دودشان را به ما نشان ندادند و همیشه در سر ما سایبان شدند. همیشه در سر ما خواهران دادر جای مادر را نشان ندادند. ما را خمار مادر گیرد، بوی مادر را یاد کنیم، اگر آمده آغوش کنیم خواهر عزیزم را، همون بوی خمار مادرمان تسکین بیابد و برایشان رفتن رسانید که دو دیده غمگسار دارد خواهر، بوی وطن و دیار دارد خواهر. چشمش پر آب است و دیداری گسل، صبح است که صد بهار دارد خواهر. تسکین دل امیدوارم خواهر، حسن دل و فیض روزگارم خواهر. در دیده من محبت این دنیاست، من یاد تو را به دیده دارم خواهر. خواهر نشان مادر خواهر، بعد از مادر به جان برابر خواهر. دلسوزتر نیست به هر دو عالم، ای مرهم داغ‌های دادر خواهر. خواهر چراغ دادر خواهر، هر لحظه کند سراغ دادر خواهر. سوزد به درون، سوزد و دود نکند تا سوختن دماغ دادر خواهر. البته غفر آنها امروز شایدایتی میگویم یاد میکنند آن لحظه های دانشگاه را، آن لحظه های که شمایان همراه خوانده، همراه همچون دوگانه با وی رسیده و همیشه در سر آن دسترخوان جشن زادروز شما را جشن میگرفتند. آن لحظه ها غنیمت بود است که امروز ما آن لحظه ها را یاد میکنیم و از نام من عذر پرسید که در جشن زادروزشان رفته یا مشابه ایستاده نتونستگیم. همیشه مانند گلها شکوفان باشد، هیچ وقت درد و غم را نبینند، از پشت فرزندان فقط حضور و حلاوت دیده گردند. مانند خودشان یک عروسی نازنین خاندانشان را بیاید و خدا کند تویهای کلام کنند، باز وقت یادشان بایسته. امروز زادروزشان مبارک باشد و البته برای شما چقدر تحفه ها کنیم کم است. شخصا از نام خواهر و برادران دادرتان، از نام فرزندان، شخصا از نام شایدایتی گلدسته زیبا را داریم پیشکشتان میکنیم. زادروز مبارک باشد. مرحبا. در اون میاسم کتابی که مطبوعاترین کتابی قرآن آماده است، پیشکش میکنیم خدا کند زیارت کعبة الله همراهی از دیدتان نصیب کند برای شما. مرحمت پیشکش میکنیم. زادروز مبارک باشد. مادرم حرفی بزن که تشنه لالاییم، من که جان میدم برایت همدم تنهاییم. من همیشه کودکم
البته در اینجا یونس جان میخواهم برای مادرشان انگشترین پیلا را گذرانم. مرحمت برای مادر مگذران مبارک باشد. زادروز مبارک. این همه خوبی شد در دلم جا می شود مادر همه جا گفران امروز چند ساله شده این؟ 8 ای رحمت قرصک زنیم بگذار الان خیلی جوان شدن برای درد مردم درمان شده گشتن برایشون نصیب کنند 120 ساله شده که وقتتان باید من همون بیماران اشدی شما پیشتان برفته دکتر چیکار کنیم فقط اطرافتان پروانه شده کردن فقط در خدمت مردم باشید و هلاک نشوید. زادروزتان مبارک باشد. حاضر باشد برای شما شیرینی داریم. یونس جان هم شما تکلیف میکنیم. مرحمت هم ما یک جای شیرینی میکنیم از آنها را میکنیم. مرحمت Чем больше друзей вокруг, тем моложе свет. Днем рождения, успеха, радости, веселья, любых желаний, исполнения и миллион ночей и дней. Днем рождения, всегда весело, не печалься и не жалей. Будет много светлых дней, со свечами большой пирог и шампанское потолок. Сколько будет земля кружить, столько будем жить. Днем рождения, успеха, радости, веселья и миллион ночей и дней. Днем рождения, любви доброго окружения, шумового настроения и самых преданных друзей. С днем рождения, успеха, радости, везения, любых желаний, исполнения и миллион مبارک باشد. زادروز مبارک. Днем рождения, любви доброго окружения и шумового настроения и самых преданных друзей. البته اینجا که شفاخانه است همه انسان‌های بدین نزدیک کار میکنن با باشد نوبت را و یکی از آن خادمان این طبیات جاوید دوشی فرفرده همراهی شما می‌دهیم. مرحمت سخن‌های تبریکاتیشون رو میشنویم. مرحمت السلام علیکم. Rahmat, avvalambor assalomu alaykum. Lola Gafarna, man az nomi xudam, az nomi oilamon shu tabrik qilayman, o'zingizni xursand etamki. Hamma vaqt sog' bo'lishib, salomat bo'lishib, xalqqa e'tiborlash va hech vaqt o'rnashmaydi. Hamma bemor bo'lmay, bemor namidagi qanday bemorlar bor bo'lib, shu yerda juda xursand shum, ashma shu yoqdago, ashma salomat yoqdago. Juda ham yo'l ko'rsatasiz bu davo yo'qdagi shuma. Mohon manager kor mikensa ko böyle olmuş ve usta deb hurmat qilayman. Hamma vaqt sog' qadar farzandlarni vaqtida sog' qadar farzandlar o'zlashib memory o'zlashib doim. Hamma vaqt xonadonda xursandlikdan xil to'yxona murodxona shunday. Hech vaqt ular tomqamlamaydi. Hamma vaqt xonadonda xandila beradi. Chunki mom shu yerda energiya beradi, demak oilajon hech vaqtda. Hamma vaqt sog' bo'lib, salomat bo'lib. Dema azoblarim to'kin edi-ku. Dema yurak bag'rim kukun edi-ku. Degil boshqa toshlar yoqqan mahali bundan ham yomon bo'lishi mumkin edi. Hech vaqt gapdaga kelmaydi. Hamma xursandlar, salomat bo'lishadi. Rahmat, tashakkur. Albatta, Shahzoda Ne'matullayev bilan hamjassammi? Marhamat. Marhamat. Assalomu alaykum. Hammaton va imroz Zodrozi mana dugonem hamkasbam mo'mniyam qatixondagi chand so'l guzar qati kor mo'mniyam ayaklarımı hamma vaqt maslahat میگیریم. Iloyim dugonem sog' salomat gardan, ya kala umri daroz bilan, umri darozی
فقط خرسندی که گذاشتگی دیدم بچه باشون حضورش بیننده و روشونه خواهراشون هم یک از خودی دخترشون بریم خواهراشون هم خودی دخترشون بریم خودشون توی کدر خودتون عبشتشون دویده میگردن همه برم سوخ سلامت ایلوی پایجین تو که خویشه قریب کرد اون ایلوی این زیاد روزوی نفس بگرده ایلوی کس اما وقت این روزی گندیتون همیشه خورسندی بدی بذارد رحمت سلامت باشد و در اینجا از دامقش هم مغز شیرین نمیانه فرانه زرمین بانو و بیری شیرین برو ایستار بگذاری نمیدم آمد جانم به آید دیرو جانم به آید این عیبی میکروفونی با اون خصوصیت است گیره میدم کلان شما دوامسه میگیرم از نامی دختران برقرار سلام علیکم من برای سبیل هیچ کف زدم چه که مردم تعریف کردم من سوز آجیز نه گپ آجیز چی گفتم فقط نگو مادر جان تو هستی که من خرسندم تو هستی که ما سربلندیم تو هستی که ما همه خوش و خرسندیم الهی هر سال هم خیلی زاد روزاتون بشنیم مادر جان الهی دسترمون ساق باشه تا دنیا هسته برامون باشه رحمت و اولای مرحمت همه شما خوش آمدتان بیجانی عزیز بازداد رزتون تفریح کن برکات منایم همون وقت شکرسان باشه سری مندست و نوشته سلامت کرده خالاجان دیگه صد دلوی سری باجام سری فرزند و سری جمع صاف سلامت کرده دلتون چی نتوی تو مشامش برسه همین تا جهان باشد شما باشید زمین و آسمان باشد شما باشید خیلی روزه اولی با سخت شد نخونتون سلام باشید حاجی بابا جام بایدن کلیسته البته تبریکش کنم هزار بطورم تبریک بریم مرحمت yerdə yığılgan diyanının bəlkə yaş görüşkən digərləri, şəxsləri, əvvələsilərə uzaq olun, salamatı diləyəm. İşlərinizə Xuda bərəkə versin, ömürlərinizə bərəkə versin, dağtarxanlarınızə Xuda bərəkə versin. Həmişə sağ-salamat oynaqdır, yolunuzda fərzlərinizi huzurlarına döndürün. Rəhmət. Sağ olun. رحمت تشکر سوابلی گفرانه طریق آینه نیروگین آنلاین خواهرش ما را تماشا رسیدن اگر باشه اگر رحمت تشکر برای سناسانه مرحمت فقط حقی این کسی امروز گردان نکن این کسی گردان نکن گردان نتتون فقط امروز عزیزات رزتون که تبریک میکنم اما وقت صاف سلامت برده من شموی من شهزاده متولد زنده بسنه استاد زبطه میدونم اشمون نوع کار یاد کردم نوع چیزا یاد کردم اینا تو آخر استاد شده خط کار کرده صاف سلامت ای بابا گفرانه امروز زاد روزم که تبریک میکنیم صاف سلامت کرده سر والدتون فرد خجالتون کده تشکر کنیم بیاف یاموه صاف سلامت کرده من هم چندین ساله بانوی سخن استاد ما آجیانه بخواهند شاگرد خود را تبریک گویند مرحمت تشکر عزیز السلام علیکم طبیبان حضرت قاضی یا نوه صبح سلمان باشد من امروز روزی زاد روزی شاگردی هستم لالم باشم لالم در مکتب وقتی که در مکتب می‌رفتم جدا دختر اکتیو بود سردار سیم بود همه کارا بود 5 قدر قرار 5 قدر لالم و پدر و مادر آن حسن حرکت دارم رو تشکر باید زور میدیم
روحشون شاد باشد کودکشون پرنور باشد با زبان عادی لاله تبدیل کردن بساط شد است چریک شاعر میگه زن اگر آتش نمیشد خام مانده ما نارسیده باده‌ای در جام مانده ما زن اگر ما را نمیبخشید عمری بردها بی تخلص بی نسب بی نام مانده ما زن اگر گر نمی آموخته بر زن رنگی رسم و ادب بدگوهر بدزاد بدفرجام مانده ما زن اگر آتش نمیشد خانه ما سرد بود بی چراغ روشن در شام مانده ما آتش زن بود که ما ساخته و چون سنگ سر احرام مانده برای ما لاله همان دختری که روزایی چپخان علاچی بود در دل ما استادان ابدی همین خیلی که در پس قبل نشد رست درس از معلمان درس سبب برمیزد الهی لاله کسب و کار عمر و جانش به خدا برکتی در خدمت خلق باشد نفعش به مردم رسته شده است بسیاری ها میگن که لاله غفور رو برمان توابت کرده لاله غفور رو توابت کرده ما از این میفخریم که شاگرد ما همین صاحب آبروی اعتبار است الهی لاله جان سند بدران چی نیتکایی که داری نیتکو بدست از زمین فرزندکای عزیز امروز رو شاید هیچ وقت روزی کمی داریم آمد جان رحمت تشکر اکنون همشیره های شفقت شبور شما در خدمت مردم هستید میخواستیم یک جوی رقص ما گفرانه میرقصیم یا سخن هست میبارم السلام علیکم همه وقت سری مومو صاف کردیم مرتبتون اینه عموم شود تا دنیا باشه باشه سری بچه کتون و سری نیوری کتون با همه وقت صاف سلامت کردیم همه وقت صاف باشه ایجام سرطان دردن یکم کسل نشوید صاف کرده و من خندیدن میخوایی خوش خوشیده کرده رحمت سلامت باشد جان خواهرکم دل و جان خواهرکم صندوقچه سیم و زرگران خواهرکم آماده هستم شما بگویم مرحمت السلام علیکم کارگرای عزیزی من آقای جان که خوش روی من باید تبریک میکنم سرکم صاف سلامت گرده 120 ساله شده الهی حضور خدمات فرزندکای نیورکای ایورکای بگیم الهی برمی خلاف سفیدتون هیچ وقت داغ نرد آقای جان همه وقت بالای خلق خدمت بگرده ما هزاران شکر میکنم خدا ما هزاران شکر که من با همکر خواهر عزیز میریم بونه خدای تعالی پدر مادر عزیز میریم بونه محمد آبیا الهی بسم خوشه من شما تو پخم میکنم آقای جان همه اکاتون رحمت وقت خود را در این نهیده هم کشی اویتون بگشته همه اکاتون رحمتی کلون صاف باشه شما هم همه وقت حضور خلواتی فرزندکای بینید پر اکاتون نقشه صاف سلامت کرده اویتون جان بود دنیا من چه چیزی نرسید چه داری روزی خوش روز میکن همش برای شما پایانداز شود همه اکاتون صاف باشه رحمتی کلون حسین جان شما هم رحمتی کلون رحمت رحمت سنگ زنه برای شما تشکر می‌کنم همیشه سیاست ما باشید ما مرحمت من چه دیده شده لاله برای خواهرانش هم پدر هم مادر شد در حقیقت یکون معرکه یکون کارهای خواهران بی مسئله لاله نمیگذره البته سربر شدن کارها میکنن همش جای پدر مادرش رو نگیردن که معلوم نمیکنن از درگاه خداوند طلب میکنن الهی سری سبز الهی در امان دیدن در زندگانی کامران با نصیبی تو همش
شادی دنیا غمی عالم نصیبی دشمنان بود. الهی همیشه تمام خوشی های زندگی رو تمنا میکنه. الهی همیشه صاف سلامت باشه و دور آرایی کنه. تشکر. رحمت سلامت باشد. بعد از عشق شادی اکرام میرسیم. مرحمت سلطان برشویان زاد رزون بارای. اینک بیننده های عزیز، امروز ما در وینیک بالنیتسا لالا غفاровна را در جشن زادروزشان تبریک کرده لحظه های خرسندی شادیانه را همراه شمایان به هم دیدیم. همیشه خوش باشید، صحت سلامت باشید و سلامتی همراه شمایان باشد. خود را احتیاط کنید.